در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود خدای سبحان در این کتاب تجلی کرده است، فتجلی سبحانه و تعالی لهم فی کتابه ولکنهم لا یبصرون. فرمود متکلم یعنی خدای سبحان در این کتاب برای مردم تجلی کرد، منتها مردم نمیبینند. در بخش دیگر نهج فرمود که همه خبرها در قرآن هست، پس تنطقوه، اگر توانستید قرآن را به حرف در بیارید، استنطاق کنید، به حرف در بیارید. ولی ولن ینطقه، او حرف نمیزند چون شما زبان او را نمیدانید. ولکنی انبئکم ان، منم که سخنگوی قرآنم، منم که شما را از قرآن با خبر میکنم، او با من حرف میزند. این جزء اسرار قرآن است، باطن قرآن است، معارف قرآن است که یک سخنگو میخواهد.